جای خاصه نمی مال کریم الله تبردی و من خواست دست دنیش دست دنیش ممنون شبی چوری که میرد ببین لبی تپی مشخص دست دنیش بایسته خواست سکینه خانه یار مفکر سکینه تکر مکبر کو فکرت سکینه دلی مکل کر چابرشا دلی مکل کر حاجی خواه فاطمه زندی جا بیاره دوره نکا کارونه من یاد جوانی کریاجی درست 73 سال جا عمره مت شویا نکا جا جان دردی آن جوانی خواه موانی بیره خواه لبان چیانا چقدر گریانه من لبان چیانا شوانه اکر با چیسمار آرموتلی من لبرا شوانه اکر اون ریانه روزگار خوشی کلکه قم و قصه ای خواب تن نو کلکه فلاک و چیان دا شواناوی نو اکرم آواز دخوان به ناسه قابله خیخه زندگی به قم و دردتر و ناکل میخوان نبودی جعفرخویی شاعر کرمانش نوشت شه خداوند ندهاد ای بنده سررشور لبا هر نامحرمه درد دل مکه ظهور لبا هر نامحرمه درد دل مکه ظهور از کلیم الله توحدی تخلصیم گانیماله از جخوزانته و دو کاری فرهنگی کتون و تاریخ و موسیقی و فولکلور خلق کرد و خراسانه ما تحقیق نکرد مبانی اون داره قطع کنسان کن کامل تو وارد نمی‌کنم چرا چی نه چرا سامنک نه سام کنه اون نگم کرده کنه پیله خو وارد کن لخت خانواده من معروفه هم صاحب سیف و قلمنه دو شاخه به خانواده من یا نویسنده و شاعر و ملا داره یا شمشیرزن و پهلوان داره کار من هم کشاورزیه هم تحقیقه رشته موسیقی رشته تاریخ رشته فرهنگ عامه جامعه شناسی ایل شناسی کوچ شناسی موسیقی فرش و سنبانلی نای بره و رفرا خال قرم سر متان نکا 14 جلد کتاب چاپ کری و حدود 30 جلد کتاب جی آماده چاپ نلن خب چون امکانات سرمایه تا نچاپ کن وارد همینن از امیدوارم روی که روی باقا درآمد تقسام را بیو که فقط و شکم کتای نخواد چاپ کن مکین تا آرزوی من تن نه
سند ملورا پر برفتری سند کردان و ترکان و فارسان و عربان و کل ایرانه وانا سرجم کریه ساک وانا نابود نهان لخوازم لورا کتابخانه چکم موزه چکم فرش و صنایع کرده خراسان کل لورا جمعوری بکم فرهنگ کردی خراسان طبقه بندی کم اسناد آن مدارکان اگر خداوند فرصت به زنده با ما کارنا بکم کاری مکو تمام جای بمبرم که بمبرم با چه چیان سار کرد کشتی بوانی حواله چوم مالان بار کرد فاتحی بوانی رنده کلانی درد من کلت کار کرد فاتحی بوانی حواله فاتحی بوانی جاف کانی وان جا به نهرش مال مدانی مال جای مدانی دی ماه 1320 گنده آغاز حاتمت دانی از 6 سالته 7 سالته تیبیه من لمال ما لحضور بابا مشیخ اسدالله لزوستان او لپایز که شب دریجون گرین جماعتی اوغازه و رو گبرانا لحاتن مال ما مثلا اول قرآن در خوندن روزه در خوندن بعد هنگا مسائل تاریخی مطرح کردن گپ گوتنه تاریخی گوتن فلان سردار چه کار کرد فلان خانه چه کار کرد فلان پهلوان چه کار کرد فلان شاعر چه کار کرد وانا گشت در گوتن من لبیره خواد داده کرد یا من لگوشی خواد زبط کرد داده کرد هر گپ که من 20 یا بیخته الان لگوشی منم از بعدها همیشه لهر داره لهر گلای لهر کوچ انداز وقتی شونه کوچ شونه تشکیلات آنجی من جرو گوران جپیرجان جمیره نکال وانا پرست کرد یعنی از مسیر کوچی که چون 3-4 سال چون کوچه کوچ نشینونی وانا از همیشه لدور بالی خود افتیم اگر کسی آگاه و صاحب اطلاعات با از جبیا توش از 3-4 سال من شبانه کرو کار کرو خرج بابی خواه من بازداره کرد هنگام بعد از چند سال من دی نه کوچ و کوچ نشینیش سامرا فایده خود تو نه و زیباییش گذرایه بعد مگو تفاوت من و تفاوت وی شبانه بی سواد یا وی ارباب بی سواد که ناوی خواهش نزانی بنیسن چیه؟ پس برای سامل لازم نه بنابراین لشهریوری 1320 لشهریوری 1342 من تصمیم گرفت که کار کوچنشینی و شبانی ترک کنم. حوزه نظام وظیفه ها تو آغاز از شبانه هات ما حوزه و ما معرفی کرد چون سربازیه 2 سال 42 بعد وقتی که نگاه 2 سال سربازی تفاهم میگو خب دیسا سرم چه کار بکنم دیسا نکم بر من شبانی کو وردایا هینگا ساله برویج زبستان کوتی تو با ویم پزیما شاندو ترکمنساری امانت شاندو لویج 20 بونده گشت نسبت جوان جبینه چون مگو خدای شکر درگاه تا با پزا جبینه چوده نکو امیدم قطع نکو نرمه بیالی وی زمانیش از آغاز زوجی و دست کرد افسالا
کاریم یک جرشته نه کاریم فرشناسی هست وانا فرش کرمانجی نه نمونه که فرش کرمانجی این باز حرفه مات مگو وان نقش و نگارانه وانا حیفن وانا ما اینی لبرا دا کرم که سا آینده با نمونه فرش بافی یک کرمینج و صرفه جا پرچه چه کرنه پرچه قیمته پرچه پشم دیوه پشم شطور دوه ملاچه خداوند باور دکن که سا خیر و برکت جا پشم شطور فقط کم چه دکن و صرفه چه دکن و صرفه وانا نقش نگاره اهمیتی بیا و یک جا پرچه چه نکار نه دوه یا که جا پشمه چه کن نه افجنانه ها نکار فرش چه کن بعد و خورجی نکه و قنطوزه و لسر مای نداد تانین فتیره خواه نانه خواه لکرن اورته ویا و کوچا را لچون قشلاقه و ییلاقه او نمونه دیسا صرفه و نمونه که دیسا چین خواهی کرمانجی هر یک جوان چینانه دیسا فلسفه خواه انگیزه که خواهی زندگی کوگوی سخت و فرشانش که ما گرته کل قرار ما دینان و دونان و ورداوه ما وانال گرتنه الان مثلا لیسی 50 ساله که ما به هفره دعوت کری عروسی کری خواب نه امروی قشه کرنه هنه سینما نه امروی قشه کرنه هنه کافه روننه مثلا چلو کباب بخونه نه خزانه خواب مثلا جشر ورکت نه چونه گردش هکی برای اینکه حقوق ما 700 تومان و 800 تومان و 1000 تومانی و حقوق اکبرتون نه من نکو گذارم کنیم وان فرشانه و هر چی که من کری صنایع دستی کرمان مش گوری خواه بری نانی خواه بری نانی خزین دبری من وانال دکرد که وانا بمینن صادر نه و نه خارج از کشور 6 خزانم هاو 4 کچک دلاک وانش مدرسه و دبیرستان و از اوان در حال عموم وانا الحمدلله رو تربیت کردن و شاندن و بونه مهندس و بونه لیسانس و فوق لیسانس و کار نوانش انجام داد خزانج الحمدلله رندن ما آقای تعادی فکر کن ناته میوانه که جار ما ایوار دایی هات ساعت 6 خزینج دایی تن مخصوصا نخیابان خواجه رویانشنی سال اوله 50 موقع خزانه مدعو کلا دانش کرده هفته وانایی راه کردن 6 صبح چو 9 شبه هات خزانیم راه کردیم آوا زندگیم نه مبدی نه خزانی مبدی نه موهب رو تفریح دی نه معدی رستوران نکنه خل گپ دکن من نیتشت جا مشه هات نی آغازش آغازش چونی کت نی خینه و زندگی ما خزانی خواهشن نکن که 10 قرم جای بونی تفریح آکن هدف ما و کن هم فرهنگ کرمانجی بنی ناس کرم کشاورز دقیقان هاو و انوشیران رو گو ما باوه نمه چاند نوها تواصل مخار نکا که هم کالبونه رچین نبه حاصل نسل نبد بخونه یعنی آدم تا رویا که اگر تلاش کرد فسیل نوه اگر تلاش نکه آدم بی خود دوه مهمل دوه
فسیل داره زود شکسته و فرتوت داره از دیمک حواله نمک نکال شهران زکلان گروی اوستا کلفتون نکن 2 قدم پیاده هر ولی الحمدلله از سالمم چون کار دکم نبرا نه فشار خون مه نه چربی مه نه ناراحتی مه همیشه لامون چلوچیانا دگرم دورانی همیشه کلا سالمن از 73 سال زندگی ای نوروزات و بهاره چلوچیا گلزاره به بابا گلنه و رفستینی وانا ما برای وانا اپرا پیزه قچکترین ساز دنیه پرآوازترین ساز دنیه از همیشه آرزوی منو که ما درس بخوندم اما امکانات مالی بابیم ضعیف و ناچار اینگاه از پلیس استخدام بود من لای درس خواند شبانه روزانه ما کتاب کریم درس خواندم و خواندم بدون معلم و بدون دبیر اینگاه هر سال جیچون لآموزش و پرورش به طور متفرقه من امتحان ده من 1345 شروع کرد اینگاه نه 5 سالان من دیپلم خال گرد 6 کلاس من 5 سالان خواند بعد چون من دانشکده افسری پلیس بعد من دیگه با دانشکده افسری پلیس درس و آموزش و تشتانه تو نه بعد انضباطی که به سال لایه من انضباطی که تقریبا خشنو ما قبول نکرد ما اموی آموزش ها گریبونی لبارای خلقی پیاده کنه و خلق ناراضی داره از یا قبول نکرد اینگاه چوم دانشگاه تهرانه ماتی بابا کچکلاکانا دست لد دوشه هفدانینه هفته نوازش دکن درس تقرینه شیک و پیک و فلانو کف دکن اما گو فلانی هم که بدبختونه لایه هفت چجور دانشگاه بابای مشبتالی از بعدات من تصمیم گرفت استعفا بدم شاون هر کار کرده نه اومه استعفا داد برکتم هاتم دیسا قوچان خدمات پلیس بعد ساله جمعیان ما شرکت کرد از بوم نفر 11 لکنکور سراسری و دانشکده الهیات و معارف اسلامی بعد لیسانس خواه در سال 1305 دانشکده الهیات و معارف اسلامی بگرد و مکافات که پر من به شهربانی استعفا داد بالاخره بهمن 1355 بوم رئیس فرهنگان سرات چومه من تصمیم گرفت که از ویا حل کرم اما با چون یه کشنشین آنو هم کلنشین کشنشینان کچک نه کلنشینان وقت ویازه خواستم و کلام را مخالفت کرو تا میره خانگیم تا آبیم کل اگه معنویانه هر کسی بینه باوی ویا بد اخلاق میشه گوز به غیر ویا کسی نکر گه ویال کرم کلیم هلده کرم دیدی بعد خب گچه پرجی طرف داری منون
وانا هاتن و عناوین مختلف دی باوی وانا هاتن جمع دی باوی یا وخا هم را اظهار عشق اکرم پرون کشین کله پرون از رتی کن نفکریم اصلا شب تا صبح ویا لسه با کمرنا خجای ویا ده کار کرد لاوته علی راکتنی میجی چرا دست میادی چرا آقای تا میدادم گفتم حالی با حالی او کم خجا کر حالی و تا صبح بیا خونده حالی داون از عالمی خوام من تصمیم دگرد بعد تصمیم گرفتم که عجبی خواستگاری که من قچه کوین فرش کن 9 ساله بود تشکره 9 سال لاندو رو بعد این که وقتی چونه مخالفت رو بونه پیش افجای خواستگار را بون رقیب هاتن درگیری مشروع بود مدت 4 سالان چونه آرموتنیه بو شوان یعنی احتیاج خواهد نه که ساد داریم شوانیه بگن درامه بشل ناگر وقت هاته که ببینه دهات نواله بوه بباشی سا بوچی سان را دهات داره کنی موی مانا خجا دکر که از ورکبم نواله بدمی ورکت نواله ده های خواهد چک گپکر و گکنیو من اگر وقت فشار بیو من شبانه از پاکتینمو سوار بو یا الله بعد مگو است خوازم من احوال خواه اگو یا کسی که اگو اکریم بیشن است خوازم ولی و آبرو و رست نه بی آبروتی صافا میریم چه نه مثلا کن ورنده بسک است تلدگرم 10 سال چرا تلدگرم ولی اگه ورنده و آبرو خب بالاخره کار نگیشته بید درا رقیبینم به شکست خارن چون و اوارا آپی و سرپرستی و عهده آپی و بعد موافقت کردم لسال 5 کلم میرم 1345 اما تبرم من لبرا دعوت کرد کتاب حرکت تاریخی کرد به خراسان جی به وقت من شاندوک و وزارت فرهنگانه چاپ بگه ناوه یک کتاب حاکانه و نقش کردان در شاهنشاهی ایران بعد وی وقتا که از گره چوما فرانسه انقلاب شروع او کتاب مجی چون انقلابیان چاپخانه وزارت فرهنگانه آر کرون نسبت لئر شفتی و لاشوی بعدی سامرا شاندن اینگاه بعدا من بالاخره شاید چو انقلاب اسلامی پیروز بود بعدا او کتابا سامرا چه دردسر بود که شما و بی کتاب چاپ کریم موقع ما چاپ نکریم که دادگاه انقلاب از خواستم بازجوی مکافات پره بعد مگو آقا جواب کتابم لبن چاپه الان بفکرم که مثلا 3 صفحه اولی 4 صفحه اول چاپه میشه مال مادهشون نیست برزرشون نیست مهانی وقتا که ویا چاپ کم 20 سال تحقیقات تو شمال خراسان که لوگریاینه که ماشینه من چپ بو از وجه خزانه خواهد چونه بنه ناله زا بک کور و لکورانه چونه بنه زای کورانه لوی که ماشین چپ بو والای معبالفز لوی جای ماشین کت اینگاه من شیشه اشکان جوالیه که ورکت مجون خزانه خواه ورخه سره میجی جونه زایم چیه چیتونم من هجمرد شماره کرم دی یک جیمه بعد تازه از حالی بوم که عبالفز تونه بیالی کشکی لا آزی جا قرمانا جان قرمانا ریجیانا ولنام خرمانان لایلا همیشه لجن نگو با چینگا کتایتا چینگا چاپ دارم میشه گو چاپ دکم باریانو و خاطره که روح عبالفز شاد بوه از هاتم من با کتاوا
ماشین کفرید ماشین 7000 تومان فرید من و چاپ کرد و کتای اولی بکن من چاپ کرد عکس ابوالفضل سا شادی روحیوی من لوی کتاوا چاپ کرد و شیراجی من ساوی را گود ابوالفضل دلم بهر تو خون است نمیدانم که احوال تو چون است من و کتاوا چاپ کرد بو زیر بنای کار و تاریخ فرهنگ کرده خراسانه بعد از دترسیام گردن نکرم ویا بو ممال هینگا چون خراسان کتاب کردی چاپتی کارک آسان که نبود من وانا بر هر مالک جد دوست آشنا 100 تا 200 بر لمالان وشارت حدود 100 اکشی من هانی ممال بالاخره با کتال از سطح خراسان بلا بو خیلی و آب و تاب و ورداوه ها لقوچان شیروان بجنورد و اکثر روی ویالی خستونه سر مینیبوسان و شی مینیبوسان کلشون کل حالی بون استخبال جالب بود هنگو از گردن نکرم که لمال خواه بسکنم از دهات مجاهداری که هات من نهار دخار یعنی بیگاوش که من شام و خور در چون ندارکن بیگانه را کم در ترسیام که برش نماله من بکشن یا خزانه ما صدمه بین که چون من وقت حرکت تاریخی کرد نویسیه بالاخره تا جلد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و من وانا چاپ کردیم ترانه های کرمانجی خراسان لسال 74 من با چاپ کرد افجی من سال 74 چاپ کرد هینگا وانا سامرا کرنه پیرهن عثمان سامرا در وجا پیشه من گرتن سام پرنده سازی کردن چون دادسره و مکرن از زندانی که با داستانا طولانی از اصلا فعلا گپ ناکم روی مردا تا بعد فرصت اک بیش تابه و از خاطراتی خاک بنیسم این گوهنیسم سال چرا مکرن از زندانی بدبختی مشروع بیدراوی مشروع حقوق قد دول سر منو خزانه من هیچ میدان مانه خزانه خواب شب و روز فقط گریه و زاری و ناراحتی و بدبختی من تحمل دکم مگه برای خزانه قصه نکم مگه خواهی بزرگه و خوش که جبینه چونده فقط خزانه خواه دکر کنم جدوی نر تشیت نو حقوق قد وقت نکاس هم هرکی دست کنم مگه دریش کنم که ساتمانه بنامم ما آورو زندگی کرو اگه هاو تنو نانشکو نیف قران تنو میوه تنو ما اگه برا قران اکجا سا کاری نخوا خرش کن فقط سا شوق زوق خواه با فرهنگی با جبینه نره لای منی قچه کشی که 10 سالو 10 سالم نه 9 سال ایرانم که اول رانمایی کنم کلا انگلیس علمی ویر یک هاتای خواستم چون مهرسه گو خواهم تاریوی قیزه تا چویه درسی بیا افکریه و زرنگو و حقو و ایلو بیلو بهترین کلاس دیو هرچی جایی رایج نکو بیا چویه تا اونا که اگه مامان لایج مایش که باوی ملا زندانه خزان همه سرزاینش تکن کرد میش گون بافته سا دزیه چویه بافته سا کاری کتی چویه بافته و افتخار چویه زندانه سا فرهنگی کرمانجی چویه زندانه قیزی جو فکر که ساری خواه جور داگرش بعد اینگه من لعوی و ای را گو که جریو نکا که الان 3 ماه با خزانی نامه باوی خواه ناییم 28 مرکو چویه در خیلی ورکته جایی من نایه پیچاتیم گوه که اوی کچکه ها کاتیم و روزگاری ما خزانه ما خلوچ 2 سالان من اوژن خزانه ما زندانی کردن و شکنجه کردن و زجر دانم است سا چرا ایلت چو ایلت واژه کو که از 3 حرفان تشکیل دو کاف ر دال و خط قرمز و نباید سا کردان را کتاب در نویسی کاف ر دال کرد و خط قرمز اک شدید و که من نباید بنویسی و من نویسی و گه نگاه مجازات بانو تنبیه بانو بله بعد بالاخره ما هنگام هانی نادر صاحب قرار نویسی نادر شاه کرده نه درگزه و نه کل اسناد و مدارچه وینه ما کتاب نادر شاه نویسی نادر شاه نکا با 3 جاران چاپ بویه و
و چاپ سوم به شدت و استقبال روبرو بود. نکا سال آینده چاپ چهارم بود. و سندین نادرشاه که بیشتر وانا مجا صندوق پیراژن و بخش پیراژن و سندین کم اون مجانیان ولی خست. ساکا اسناد مدارک من لای کل شفتان در نابود کردن جبینه چونی که از خال سلا با مجا نظر فرنگی اما دیسا چو برف کرد وانا نویسی کتاب نادرشاه و اسناد و مدارک کل سندین نادرشاه ما کتاب کلیدر چاپ کرد. کلیدر در اسناد و واقعیات که آقای دولت آبادی محمود دولت آبادی قبلا در جلد کتابخوان نویسی و به نام کلیدر که مورد کردن خراسانه بعد بیشون اسناد و بران ننویسی و هنگامه هانی سنده نوی کل نویسی و سی دی ویجی و موسیقی کرمانجی که کلامک ترانک ساخت وقتی که گل محمد هاتا کشتن لساله لفروردینه 1326 و امرشا و ارتش و قشون و بعد توپ و خامپاره و ایلات و اشعار کل چون اثر وقتی گل محمد جی تک وطنه تو اصلاحی حوالی نخواهی او کرد لای گل محمد هاتا کشتنه هنگا خلقی سبزواری و خلقی کرمیش رورا و یاده گل محمد کلامک چه کردن که بنابه دمدمه پیشین تیسر مقوشین خانه کلمشی فکرتی بکشین دمدمه پیشین تیسر مقوشین خانه کلمشی هلیلو خان جانو فکرتی بکشین ارمان ورچی سرما یلیلو خان جانو پر و مرخوای گرم جران یلیلو خان جانو دام ورخوای دردو ورد دست داوه من یلیلو خان جانو خال سرخوای خانه کلمیشی ور فکرا ما بکشی فکر نکشینی یلیلو خان جانو سلامت دایی جا سلامت و خیراتی از داره هم مدی تلو اکر دسته نشه و خیراتی خبرک زده بگرم قربان دارم سلامتی زنده بیشه از روی ریو رد تاوم مدی تلو اکر بله بله تا خانه کلمیشی رگود بله خیلی خوشی مات از هاتم ببینم بیشم که خواهی قواتک بیشم دسته نشه جای بیشم نوبت ای آخر چیه؟ نوبه نوکرت حسن علی براتیه چی کاره ای تو؟ جا درکشه من بی در چشه مانه سملغان بله. مانه سملغانه بله. خورندی؟ الحمدلله سلامت تشکر خب تا وان هنجه نکد اخینی خانه کلمیشی مثلا اول عالی سبزار یا تو لوروی تا وانا جا چه بایی بیسی؟ بنا جا بخشین مای قایمی همون لورا که حالا هنکن جا بینی چونه یکی منه ولی رحیمی مثلا شیخ محمد بنا بعد آلخان بنا کل هنرمندون که بنده خواهی چونه کسی نمایه های سرو محمدی های لویندو الحمدلله این زنده های سرو زنده بله ممرزا شامرادی های بنده خواهی این زنده موفق بون شد خب دست دنکه قربان نکات تیچه قچه هنگ رکایی سامرا بیشی که از خوشحال بوم جاتا خداحافظی که بله خواهیش امکا بیش آخ جانه ورد چومه چیان سرگر حتم مالا بار کرد مال درد نبری خیلی هنگاه غیر از من کس نزانه من وانا جاقای من قدیمی ویسی ابو که من ضبط کردم و دو موسیقی شوم موسیقی کار منی اصلی و ولی که تاریخ کارک منی اصلی و موسیقی جی کارک اصلی و فرشناسی صنایع دستی جی
کارکنی هستی و ایلشناسی و فرهنگ آمجی کارک و لوان شاخانه کل از پیش داشت من کار کیا معلم منی اول موسیقی آبه من مل رمضانه بعد حالا شاخه عاشقان از در چوب ناب خزانین عاشقان و آن را در لیستم مرحوم رجب علی عاشق گریوانو بعد نیازعلی رمضان علی آتاخان وانا گره نوانو که ساز آواز لیتی خستند علیستن از ما گوچک دوا سر ساز آوازه وانا ما گوچک دوا سر که اوی هنگا اجنا چما اویرن آهنج خجه چما اویرن هنج فاطمه چما اویرن هنج جعفر قلیه وانا پیامن کم کم هیویسی جا بخشیان جهر درم استفاده کرد بعدها که چون من خوشان اما ضبط صوت کری لسال 1345 من لهر در لقوچان لبوجور شیروانی ببیستانه که عاشق که یا یک شوان اکرند بلیر لتیخه یا بخشی اکرند دوتا لتیخه یا آوازخان اکرند های از در چون جنویا مو پیدا کرد یا خجایوی ما ضبط کرد یا دهی ویسیم شوال کار با کیتا و مهد من را بگیری و مینو در دو جامعه میسینو آخ مگو تشوی پاشی اتینو سر کلینو آخ مگو شواله که هوری گهاد آخ مگو دانا یا خیسا و دگمه یا خیسای فرین دگمه یا خیسای زیوینو آخ مگو لیوین در و نازدار بسینگو بره تجینو یا لیله 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 زریه واجی شامل موسیقی شمال خراسانیه که ما واجی جا ایل 1970 اولین و آخرین آلبوم که دولت ایران دا بیرون عرض کنم که وسیله حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی که لدنی خیلی آوازه وری خست واجی کارک جا موسیقی مرد آرموت یا کلا لوره چشان هکی وگر تنجلا جلا لوره چلور دکه مسلوره چی خواه یه منو تخواه مرا لوره چشان خلق و خاله برور دکه لوره چی خواه لور موسیقی کرمانجی مذکر مؤنث آخه یعنی یه جنان جداه یه میران جداه لفارسی و تشتا تون نه خب مثلا موسیقی ترکی و تشتا تون نه و این لکرمانجی هایم آهنگ جنان یه جنانه آهنگ میران یه میرانه و هنگای جنانه جنان گوتیه جنان استرایه گلنار با اختراع کریه گلنار با هنگا چه کریه درد درونی خواه و بیاره دایجه چون مغازه ارمنی اکاو توشن خانوادگی وانا دفرید از چون لپاش ویترینه ویا لپاش شیشه مغازه ویا دید توش تکایه مگو و چی آیا و رادیه ما رادیه خوب پردی اون ولی رادیه ها کن من ندیو از هرچی لویا فکریم به و رادیه کنی نکن وانا چه نپس هنگا ما جویا پرس که جوی ارمنی مگو آقا و چیه و رادیه گونه رادیه نه و زفت صوته مگو زفت صوت یا چیه کاری چیه بعد هانی و میکروفونی بیا جورا ولی خست و میکروفونه و دامنو نکن گپ کن مگو چه گپ کن گوهش داری دخواست گپ کن بعد من گپ کن سامر ورگر روشن کن پی پی گپی مگو شورا زبطونه هنگو دیسا که شوخی من کلام کرمانجی خواند آواز خواند بزی په عجب و آوازه می لبرا زبط بیه آهنگ موسیقی از خوشحال مگو خواهی و جیاند اب تشتی که آرزوی من و سالها من آرزوی اکر مثلا وان بخشی نمه موسیقی دانی نمه عاشقی نمه گشت مرن شون و فرهنگ و موسیقی ما آخر لبن زمینی دفن کرن نکن نینواز ناته مثلا ساروخان
سرنا نواز با علی درگازی رمضان عزیزی وانا وسری وانا چاد جبینی چونده نابودون توشتا نو ضبط کن مگو واق فقط خواهی سامراجیانی بعد ما واهانی و جالب و لمهرماشی که من لعغاز دعوت تکر عروسی اکر مشنی خواه اکر بوک ما واهانی ورا خلچه کل تحجب اکر شکن ما دعوت خوشی مراسم دعوت نخوشی کل نواران ضبط کردی الان هیل سال 45 اولین دامادم اولین کسیم که من عروسی خواه ضبط کردیم صنایع دستی کرمیش وردایش کم امن که ارزش نزانه آرام آرام جدوی تره نابود دام و فکرها لمن ایجاد بو که از گریشونه که چه کم و باقی مانده میراث فرهنگی کرد لای برف صرف کم بمینه جا فرش آلت موسیقی آلت رزمی جا هر چه که مربوط و کرمی جا واند بینم داگرم ابو که آرزوی من و کرویه که موزه چکم نکا چون قدرت مالی من تو نه و دولت چی که امرا کمک نکا از بخواستم این کار انجام بدم از بنابراین زوری من اگه من وخوا از وخوا لبی خانی قچک تا شون های امکانات خواهی وانا برف صرف کرم من که وانا جنابودی نجات کن اگر روی که باشه کم خب ساختمان رو چکم وانا لای موزه داینم وانا اسلحه دوره فتح علی شانه یعنی اسلحه آتشینن کمرینه اسلحه کمرینه کن یه اسلحه کمری به وقتی نکن نمونهش های لدره هانه و شمشیره که ناصرالدین شاه خلعت دا امیر سامخان زعفرانلو شجاع الدوله ایلخانی زعفرانلو که شهر هرات فتح کرد فاتح هراتو لساله 1272 قمری هنگاه ناصرالدین شاه شمشیر خلعت دا که تلاکوبه و ویا لقب شجاع الدوله دا سامخان من کار کرد که تا حدود چی پیشی نابودی وانا بگرم دا تا درک و وحشه کم حالی داری؟ وقتی جا قدرت مخارجه دستی که مسئول لیم
ما دکر که خزانه خواهد جوری که ساکت دکر که افسوین داشته که کجا اوده کار نخوا به تحقیق کار نخوا جمع پیراجنان پیرامران لاین درگه جویا گپک پرسکن جوی گپک پرسکن جوی کارک پرسکن سنت برفکن نظام چرو که این گاه ها نویسی کاغذ و چاپخانه و ویدگیان که بگیم من کار روزگاری من هفت رو با سختی بی اندازه پر ولی الحمدلله ما تحمل کنم کاش خزانه مگرون و کار نمه خواسته فرهنگ خود دوستان من انجام ده و خوشحالم لوی افتخار دکم تا اندازه که دست مهات من انجام ده کمه زندگی خو جن خزانه خو کل روزگاری خو دای سر فرهنگ کرد و خب چون از زندانی جنمه چون از زندانی قیزه میگرتم برن از زندانی وان بدبختیان ما کشاندی ولی از کس ننم که جوی ریو و گرم حالی هایی از دمی مرنیجی قلم لدست منه یا لدر لدم یا لزندانی من اما از جکاری خود دست بردار نینم و سرنوشته من و قلم و کاغذ و تاریخ و فرهنگ کرد از اون دکانه هانهونه جان هانهونه و بشه همه شانهونه لای لای به هم قسمت شامره جان هم نهونه